نمایندگان وکالتدار اوید به حقوق انسان تاجیکستان در مؤسسه اصلاحی یا معروف به یکم سویسک با چند از ژورنالیستان محکوم شده تاجیک از جمله عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، زفقبیک سیدامینی و خورده از شرط و شرایط نگهداری آنها پرسان شدند. زلاله اکرام و سرمتخصص شعبه حفظ دولتی حقوق شهروندی و سیاست وکالتدار اوید به حقوق انسان در صحبت با از پلوس گفت ملاقات آنها روز 7 فوریه زمانی که زندانیان به تجلیل روز ارتش ملی تاجیکستان آمادگی میدیدند صورت گرفت. آنها شخصا با دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و زفقبیک سیدامینی صحبت کردند و روزنامه‌نگاران از شرط و شرایط و طرز نگهداری در مؤسسه اصلاحی شکایت نکردند. سلامتیشان خوب است. از رفت صحبت معلوم گردید که کم کم میسلفند و کسلی شمالکشی دارند، گفت زلاله اکرامووا. او همچنین خبرها در مورد به بیماری سیل گرفتار شدن دلیر امامعلی را رد کرده و گفت اگر او بیماری سیل می داشت حق با آنها واخوردن نداشت چون که این بیماری گذرنده است. ما غیر چشم داشت دلیر و عبدالله و زفقبیک را در تالار فرنگی معبس دریافتیم. آنها به چاره‌بینی فرنگی بخشیده به تجلیل روز ارتش ملی جلب شده بودند. عبدالله غربتی باعث برنده آمادگی میدید و دلیر امامعلی در وصف وطن مادر شعر قرائت میکرد. گفت این مسئول وکالتدار اوید به حقوق انسان باید گفت در یکی از بخش‌های چاره‌بینی عبدالله غربتی مقام اول را صاحب گردیده است. نمایندگان این نهاد از روی نقشه با روزنامه‌نگاران تاجیک در مسئله حفظ حقوق‌های محکوم شدگان در مؤسسه اصلاحی یا معروف به یکم سویسک ملاقات کردند و اونا گفتند که از شرایط بود و باش شکایت نداریم و به ملاقات با عائله خود و دستاویزها دسترسی داریم. اونا گفتند که با عائله‌هایشان ملاقات‌های کوتاه مدت و دراز مدت داشتند. نامبرده همچنین از قبل روزنامه‌نگاران گفت اونا طریق کاری که در دست دارند نزدیکانشان به آنها مبلغ میگذرانند. از مغازه محبس محصولات خوراکواری و مواد لازمی را خریداری میکنند. زلاله اکرام و ابراز داشت که روزنامه‌نگاران در رابطه با شکنجه در محبس شکایت نکردند و علاوه کرد که روند بررسی پرونده جنایتی به وکالت آنها دخل ندارد چون که ما تنها برای حفظ حقوق محکوم شدگان در مؤسسه اصلاحی سنجش میگذرانیم. در خصوص روزنامه‌نگار دیگر عبدالستار پیرمحمدزاده باشد زلاله اکرام و گفت که شخصا با او وانخورده است و نمایندگان دیگر این نهاد شاید واخورده باشند. نفری که گفته می شود با عبدالستار پیرمحمدزاده واخورده است در صحبت تلفنی با از پلوس راضی نشد که در این مسئله صحبت کند و وعده کرد که روز دوشنبه 6 مارس در صحبت حضوری اوید به این مسئله معلومات می‌دهد. این در حالی است که قبلا مسئولین وکالتدار اوید به حقوق انسان گفته بودند که اوید به شکنجه شدن عبدالستار پیرمحمدزاده کسی از نزدیکان روزنامه‌نگار محکوم شده به این نهاد زیر رهبری او مراجعت نکردند، ولی نو وابسته به این نقشه داریم دوام ماه روان دلیل مذکور را سنجش نماییم. در همین حال روز 16 فوریه سال روان عبدالقهار تقوزاده دادرس دادگاه عالی در نشست مطبوعات دادگاه عالی گفته بود دایر به استفاده شکنجه نسبت به عبدالستار پیرمحمدزاده قرار دادگاه قبول شده سنجش گذرانیده شد و تصدیق خود را نیافت. سنجش نشان داد که شکایت او اساس ندارد، گفته بود عبدالقهار تقوزاده. دوام سال گذشته 4 روزنامه‌نگار تاجیک عبدالستار پیرمحمدزاده، دلیر امامعلی، زفقبیک سیدامینی و عبدالله غربتی بازداشت و با گمان همکاری باعث با حرکت‌های ممنوع به مهلت‌های از 7 تا 10 سال زندانی شدند. سازمان‌های حامی حقوق بازداشت محاکمه و حکم روزنامه‌نگاران را غیر قانونی خوانده از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که آنها را فوراً آزاد کنند.